درود. آیا ساخته شدن اهرام مصر به دست فرازمینی‌ها رخ داده یا نه؟ داخل این ویدیو همه نکات در رابطه با ساخت اهرام رو استخراج می‌کنیم و بعد شما میتونید به این نتیجه برسید که آیا ساخت اهرام مصر کار انسان‌ها بوده یا فرازمینی‌ها. هرم خوفو که جیزه هم بهش میگن جزء عجایب هفتگانه جهان و همچنین بزرگترین و قدیمی‌ترین هرم مصر. قدمت ساختش به 4500 سال قبل میرسه که زمان ساختنش هم حدود 25 سال طول کشید. باید بگم که داخل مصر تا قبل از سال 2008 118 تا هرم شناسایی شده، ولی ما با بزرگترینش کار داریم که توی ساختنش 2,300,000 تا بلوک سنگی ساخته شده و هر بلوک وزنی حدود 6 تا 10 تن با ارتفاع 1.5 متر داشته. و همینطور سنگ ها رو از فاصله حدود 1000 کیلومتری با قایق‌های بزرگی که داشتن می‌آوردن و بعد اونها رو به یه نوع سورتمه که داخل سنگ نوشته هاشون هم رویت شده برای جابجا کردن اجسام سنگین استفاده می‌کردن. و حیث جالبی که وجود داره اینه که برای اینکه سورتمه ها داخل خاک فرو نرن، چند نفر به شکل مستمر جلوی سورتمه آب می‌ریختن تا داخل خاک فرو نره و افراد زیادی هم با کمک گرفتن از چهارپاها این سورتمه ها رو تا محل هرم جابجا میکردن. اما مهمترین نکته اینجاست که چجوری تونستن این بلوک ها رو تا فاصله 146 متری از زمین بالا ببرن. ایده های زیادی در این مورد گفته شده، اما تا الان هیچ سنگ نوشته‌ای که بخواد اینو ثابت کنه کشف نشده. حتی بالا بردن یه جسم 10 تنی تا فاصله 150 متری با جرثقیلای کنونی هم خیلی سخته. پس چجوری تونستن 4000 سال پیش این اجسام رو تا ارتفاع 146 متری بالا ببرن؟ در زمان مصر باستان اونا همه چی رو برای آخرت خودشون میخواستن و مومیایی کردن هم به همین دلیل بوده که روز آخرت بتونن از خواب بلند شن و دلیل ساختن اهرام هم همین بوده، چون سازه‌ای که به شکل هرم ساخته بشه اونم با چنین زیرسازی قوی که تو اون زمان داشته با زمین لرزه و سیل خراب نمیشده. قبل از ادامه ویدیو بگم که اگه تمایل دارید بدونید وقتی فضانوردا به فضا میرن چه اتفاقایی میتونه براشون رخ بده، این ویدیویی که سمت چپ بالا تگ شده رو از دست ندید. خب به عنوان مورد آخر باید بگم که در واقع ریاضیات همون موجود فرازمینیه، چون شاهکارهای معماری دوران باستان کم نیست. مثلا همین اطلاعاتی که از تخت جمشید هم داریم نشون میده که مهندسی و ساختنش اعجاب آوره. نمونه های دیگری هم در خود مصر وجود داره، در کل نمونه های زیادی هست. استفاده از پول، برنامه‌ریزی درست، برده ها و غیره و غیره این کارا انجام شد. مصری‌ها همچنین در بعضی از علوم هم پیشرفته بودن. مثلا جز اولین کسایی بودن که تونستن سرطان رو تشخیص و سعی در درمان اون بکنن. ولی واقعا نمیدونم، به نظرم نباید قدرت انسان رو دست کم بگیریم. نظر شما چیه؟ داخل دیدگاه بهم بگید.